سرخط مهمترین خبرها. مقامات اعلام کردند که دیگر شبانه برق خاموش نمی شود. در تاجیکستان برای نوشاکی‌های نیرودهنده اندازه نفت جاری کردند و نشست خطرناک هواپیمای ایرانی در فرودگاه دوشنبه. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان ساعت در دوشنبه 10. سر از امروز 11 اپریل محدودیت یا لیمیت برق در تاجیکستان شبانه از بین برده شد. در این باره قربان احمدزاده سخنگوی شرکت برق تاجیک به رادیوی آزادی خبر داد. به گفته احمدزاده در تمام تاجیکستان سر از 11 اپریل شبانه برق خاموش نمی شود. سخنگوی برق تاجیک افزود دوام 1-2 روز آینده و با زیاد شدن ریزش آب در آبانبار نارک محدودیت برق روزانه هم از بین برده می شود. محدودیت یا لیمیت برق در تاجیکستان از ماه سپتامبر سال 2024 جاری شده بود. طبق جدول شبکه‌های تقسیمات برق، ساکنان در منطقه‌های تاجیکستان باید از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت باید نیروی برق می‌گرفتند. هرچند برخی ساکنان شکایت داشتند که همین رژه هم رعایت نمی‌شود. محدودیت انتقال برق از تیر ماه سال گذشته جاری شده بود و با فرارسیدن گرمی‌ها ساکنان می‌پرسیدند که مگر حالا هم آبانبار از آب پر نشده است. در این باره گزارش علاهده داریم که در ادامه برنامه تقدیم شما می شود. حکومت تاجیکستان برای نوشاکی‌های نیرودهنده که در میان جوانان با نام انرژتیک معروف است اندازه نفت جاری کرده است. بر اساس قرار حکومت از 1 می امسال از هر لیتر نوشاکی نیرودهنده 0.6 یورو یا قریب 1 سومانی اندازه اکسیز گرفته می شود. اکسیز اندازی است که برای مال‌های ضرررسان جاری می شود. هنوز مقامات نگفتند که با کدام دلیل برای نوشاکی نیرودهنده اندازه اکسیز جاری کردند. برخی پزشکان استفاده این نوع نوشاکی را برای سلامتی ضررناک خواندند. بر اساس قرار حکومت که رادیوی آزادی 11 اپریل شناس شد، از 1 انور معیار اندازه اکسیز برای چند مال دیگر هم زیاد می شود. از جمله برای 1 لیتر آب جو یا پیوا 0.40 یورو یا قریب 5 سومانی، می طبیعی 0.84 یورو یا قریب 10 سومانی و برای 1 لیتر اسپریت 4 یورو یا 48 سومانی مقرر شده است. معیار اکسیز برای هر تن بنزین هم از 55 یورو تا 70 یورو بالا برده شد. طبق اطلاع رسمی سال 2024 از حساب اندازه اکسیز به بودجه تاجیکستان 1.2 میلیارد سومانی وارد شده است. در گذشته این نوع انداز برای علاقه مبیلی ناراضگی برخی کاربران را به میان آورده بود. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، هواپیمای شرکت ایرانی وارش روز 10 اپریل در فرودگاه دوشنبه نشست خطرناک انجام داده است. مقامات تاجیکستان و شرکت در این باره رسما شرح نمی‌دهند. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان گفت هواپیمای شرکت وارش که از تهران به دوشنبه می آمد ساعت 11:14 در فرودگاه دوشنبه با مشکل نشست. به گفته همصحبت ما همه مسافران در خلبان‌ها سالمند. سببی به مشکل فرود آمدن هواپیما بد بودن وضع باد و هوا گفته می شود. منبع ما گفت متخصصان قریب 10 ساعت تلاش کردند هواپیمای شرکت وارش را از خط پرواز بیرون کنند و بعد این فرودگاه کارش را از سر گرفت. تاجیکستان و ایران در اول امسال نظام روادید را میان دو کشور بیکار کردند. حالا بین دو کشور هفته 5 پرواز انجام می شود که 4 پرواز از شرکت وارش و 1 پرواز از سامان ایر است. امروز در شهر دوشنبه اولین جلسه دعوت نوی مجلس ملی پالات بالای پارلمان برگزار می شود. طبق فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان نخستین جلسه دعوت نوی مجلس ملی ساعت 10 آغاز خواهد شد. قرار است در این مجلس رئیس پالات بالای پارلمان و معاونان او انتخاب شوند. مجلس ملی 33 عضو دارد که 25 نفر آن از حساب 5 منطقه کشور و 8 نفر آن از سوی پرزیدنت تعیین می شوند. اکثر کرسی مجلس نمایندگان در اختیار حزب حاکم خلق دموکراتی است. از سال 2020 رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت رئیس مجلس ملی است و احتمال می رود که او دوباره به این سمت انتخاب شود. طبق قانون اساسی تاجیکستان رئیس مجلس ملی شخص دوم تاجیکستان است و در صورت استعفا یا وفات رئیس جمهور وکالت‌های او تا انتخابات به عهده رهبر پالات بالای پارلمان می‌گذرد. منتقدان می‌گویند که مجلس ملی تقریبا همه پیشنهادهای حکومت را بدون بحث‌های سخت قبول می‌کند. بینندگان عزیز، همچنان که در آغاز برنامه گفتیم شروع از 11 اپریل محدودیت برق در تاجیکستان کمتر شده و به گفته شرکت برق تاجیک اکنون ساکنان شبانه پره با روشنایی تامین هستند. همکاران ملیشر ظریفی و شهلای عبدالله درباره شکایت ساکنان از محدودیت برق گزارش می‌دهند. گرم شدن هوا و ادامه لیمیت یا محدودیت نیروی برق در تاجیکستان کار و روزگار این زنی تاجی را دشوار گردانده است. خلادیلک در کارای بعد خیلی باید در میکشم بگیو یا درس تیار کردن کودک‌ها
بعد آخه همه مشکلای همه آدم همه باز با سویت دادم تلفن منظریت گرفتن نمیتونه. بعد سویت کی مرد همه علاقه چیزام علاقه هم نیست قطعی یک از گپ زدن نمیتونی. محصولاتتون کدامش ویران نشده؟ همش اینا سویت نیست ویران شدن اینیا ویران شدن مثال یا ویران شدن. این چکر باید در خلادلینگ بمونه سویت نیست باید در خلادلینگ بمونه یورا. محدودیت یا تنها در ساعت‌های معین دادن برق به ساکنان از 22 سپتامبر سال 2024 یعنی 7 ماه باز دوام دارد. далер ҷумъа вазири энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон ҳанӯз моҳи январи имсол ба хабарнигорон гуфта буд ки таъмини мардум ба нерӯи барқ дар моҳи феврал куллан беҳтар хоҳад шуд. боду ҳаво вобаста ба сатҳи резиш дар дарёи вахш ва сатҳи об дар обанбори баҳри кабуд яъне дар нерӯгоҳи норак. аз он вақт 3 моҳ гузашт вале ин мард мегӯяд вазъ бадтар шудааст. ҳамагӣ 2 соат саҳарӣ мекунанд, соатҳои 5 гурӯ мекунанд, бо соатҳои 7 мекушанаш. бегонирам ҳамун хелай. баъд ҷанрӯ занг меданем, бахши марказа иҷаша занг меданем. бо ҳаваям ки 2 соат метунанд, соати бояд 10 бикушанд мувофиқи ваъдашон. соати 8 мекушанд, 8:30 мекушанд. ҳамагӣ 2 соат саҳария, 2 соат бегай. ваъда карда будам гуфтам 1 апрел дигар барқа пасанд метиҳем. ҳая пухту паза як ҳамин рамазон будам ҳамин хел кардам. халқи бечора на овқат кардан метунед, ҳая чӣ пухта метунед. ҳамин навр нимкора хӯрдае ки соята мекушанд. набудани нерӯи барқро дар минтақаҳои дигари тоҷикистон низ тасдиқ мекунанд. сокинон донистан мехоҳанд ки то тобистон каме бештар аз 1.5 моҳ мондааст, вале чаро маҳдудияти барқ бардошта намешавад? ба ин суол дар ширкати барқи тоҷик посух надоданд. қурбон аҳмадзода масъули дафтари матбуоти ин ниҳод ба тамосҳои батакрори радиои озодӣ гуфт сабабҳои то ҳол идома ёфтани лимит ва кай аз байн рафтанашро намедонад. таъкид кард ки мавзӯъро дертар шарҳ хоҳад дод. маҳдудияти нерӯи барқ аз мушкилиҳоест ки дар бештар аз 30 соли соҳибистиқлолии тоҷикистон ҳалли худро наёфтааст. талаботи солонаи тоҷикистон дар умум 19 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ гуфта мешавад. тибқи иттилои расмии соли 2024 дар кишвар беш аз 22 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол шуда ба беш аз 906 миллион сомонӣ ба хориҷ барқ содир шудааст. ایالات متحده آمریکا و روسیه دور نوی عوض کردن زندانیان را در ابوظبی گذراندند. به گزارش The Wall Street Journal مسکو شهروند آمریکا و روسیه کسنیا کارلین را آزاد کرده است. کارلین برای خیر کردن $51 به خزینه کمک به اوکراینی‌ها 12 سال از آزادی محروم شده بود. خبر رهایی او را وکیل دفاعش میخائیل موشایلوف هم در صحبت با ایرویکا تصدیق کرده است. مارکو روبیو کاتب دولتی آمریکا در شبکه ایکس نوشته است کسنیا کارلین که در روسیه غیر قانونی بازداشت شده بود به آمریکا برمیگردد. طبق خبرها در عوض ایالات متحده آمریکا شهروند آلمان و روسیه آرتور پتروف را آزاد کرده است. او سال 2023 با درخواست آمریکا در کیپر بازداشت شده بود. پتروف را با انتقال غیرقانونی تجهیزات الکترونی آمریکا به روسیه متهم می‌کردند که با هدف‌های نظامی استفاده می‌شود. رئیس شهر آش در قرقیزستان پیشنهاد کرده است که وارد شدن نقلیات به این شهر پولکی شود. جنیشبک توکتوربایف 8 اپریل گفته است همه روزه از ناحیه‌های اطراف به شهر آش قریب 56,000 نقلیات وارد و خارج می شود. با گفته شهرداری آش مقامات می توانند در درآمدگاه شهر ایستگاه‌های زیبا بنا کرده از ماشین‌های وارد می شدن مبلغ ستانند. توکتوربایف حجم این مبلغ را برای ماشین‌های سبک‌رو 50-100 سوم قرقیزی یا $6-11 و برای بارکشان‌ها 100-150 سوم یا $11-17 پیش بینی کرده است. اگر در یک روز 56,000 نقلیات به شهر وارد شود، پس در یک روز 2.8 میلیون سوم یا $320,000 و در یک سال 60 میلیون سوم
یا 6.8 میلیون دلار جمع آوری کردن ممکن است، گفت از شهرداری اوش. این مقامدار قرقیز افزوده است که مبلغ جمع شده برای ساختن مکتب، باغچه بچگانه، بیمارخانه و بهتر کردن بخش خدمت رسانی‌های شهر اوش صرف می شود. پیشتر شهردار بیشکک هم خواستار ستاندن مبلغ از ماشین‌های شده بود که با پایتخت وارد می شوند. یک هدف از این تصمیم پیشگیری از تنبشوی نقلیات در پایتخت قرقیزستان گفته می شود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 اپریل را فرا می گیرد. اپریل سال 2011 تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا یادداشت تفاهم در زمینه اصلاحات میلیسه تاجیک را امضا کردند. بر اساس این سند قرار بود دورنما اصلاحات در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان طرح‌ریزی شده آن را از نیروی سرکوبگر به حامی حقوق و امنیت شهروندان تبدیل دهد و کار اساسی آن را به پیشگیری از جنایتکاری و هم آشکارکنی جنایت‌ها روانه کند. ولی این برنامه که با میلیون ها دلار دونورها عملی میگشت تا آخر اجرا نشد و با گذشت وقت دوشنبه هم مناسبت‌هایش را با سازمان ناظری انتخابات‌ها محدود کرد. 11 اپریل سال 2011 بعد 1.5 ماه گروگانگیری طبیبی تاجیکی از دست قبیله در کشور یمن آزاد شد. طبیبی تاجیک حامدجان اوچیبایف بر اساس قرارداد در یک بیمارخانه محلی این کشور عربی کار میکرد. او را بعد گفت و شنید میان دولت یمن و گروگانگیرها آزاد کردند. دولت یمن سالهای استقلالیت مکان کار و درآمد دهها طبیبان و کارمندان طب از تاجیکستان شده است. پس از طبیبی دیگر گلرخسار رافی و نیز مدت اسیر یمنی ها بود و با فشار سازمان های بین الملل رها شد. 11 اپریل سال 1955 زادروز مغفرت همراقولова آوازخوان دسته موسیقی گلشن است. و در 18 سالگیش همچون سراینده نام برآورده تا درجه هنرپیشه شایسته تاجیکستان رسید و با ترانه‌های زیادی معروف شد. در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان به آمریکا کوچید ولی همانا سرودهایش دل منی، شب عاشقان، گل‌های دوشنبه و دیگرها در شمول محبوب ترین ترانه‌های سالهای 1980 یاد می‌شوند. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک تجارتی تاجیکستان تقریباً به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی کشور 1000 روبل روسی تا 129 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1082 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تایید شده است. بینندگان عزیز، آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت ما برنامه خبری نداریم، اما خبرهای نو در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شوند. با امید دیدار در هفته آینده. خدا نگهدارتان.